سپاس و ستایش بکران خداوند یگانه رحمان را سزاست که در روی کره متحرک و لرزان کوه و دریا رقم زد، جزیره ترسیم نمود، گیاه و حیوان آفرید و انسان را پدید آورد تا ظلمت کده تیره و تاریک زمین را به نور و صفت زینت بخشد و در میدان خرابی و ویرانی عمران و آبادی آورد. آری به نام خداوند جمیل. اولا سلام سرشار از عطر گل یاس در لفافه اخلاص خدمت همه داوران محترم، مدیران فرهیخته، استادانی که از جنس صمیمیت و صداقتند، صاحب نظران گرامی و همه شما سازندگان جهان تقدیم می‌نمایم. و دوما میلاد با سعادت اولین معلم جهان، اولین سازنده جهان محمد مصطفی را بر همه شما گرامی باد عرض می‌نمایم. حضار عالی مقام، انسان‌های اولیه در غارها زندگی می‌نمودند، حیوانات را شکار می‌نمودند و غذاهایشان را گوشت‌های خام حیوانات و علف‌ها تشکیل می‌دادند. اما امروز ما می‌توانیم در مجهزترین جای بود و باش نماییم، می‌توانیم از صحیح‌ترین غذاها استفاده نماییم. به نظر شما این همه انکشافات چطور به میان آمده است؟ این همه سهولت چگونه خلق شده است؟